سالها گذشت و کوروش در میان چوپانان بالید، اما سرشت پادشاهان را نمیتوان در خفا پنهان نگه داشت. از کودکی نشانی از فر و شکوه در او پدیدار بود. هوش و شجاعتش بر دیگران برتری داشت و کودکان بیان که بدانند با چه کسی همبازی‌اند، او را در بازی‌های خود به شاهی برمی‌گزیدند. روزی در میان این بازی‌ها پسری از خاندان اشراف ماد که از بزرگان درگاه آستیاگ بود به جمع آنان پیوست. او در برابر فرمان کوروش سر به نافرمانی برداشت. کوروش از سر عدل و اقتدار پسر را به سزای سرکشیش واداشت و فرمان داد که تنبیه شود. اشرافزاده که غرورش اجازه نمیداد توسط یک روستایی تنبیه شود، از این اتفاق خشمگین شد. نزد پدر رفت و شکایت برد. پدرش که این جسارت را اهانتی به جایگاه خود میدید، بیدرنگ راهی دربار شد و نزد آستیاگ از این بی‌حرمتی سخن گفت. شاه که نادیده گرفتن مقام اشراف را در سرزمین خود بر نمیتافت، فرمان داد که آن کودک را به دربار بیاورند. کوروش را نزد آستیاگ حاضر کردند و از او توضیح خواست. کوروش خردسال با وقاری شاهانه پاسخ داد که چون دیگر کودکان به شایستگی و درایت او گواهی داده و وی را شایسته پادشاهی دانسته‌اند، فرمان او در چارچوب آیین شهریاری بوده است. از این رو آن کودک که از فرمان سرپیچی کرده بود به سزای نافرمانی خویش رسیده و هیچ خطایی بر او روا نیست. شاه با دقت در چهره او نگریست. رفتارش، کلامش، حتی سیمایش چیزی را در ذهن او زنده کرد. گویی گذشته‌ای که گمان می کرد از میان رفته، بار دیگر در برابرش ایستاده بود. شکی در دلش افتاد، پس مهرداد چوپان را احضار کرد و از او خواست تا حقیقت را بازگوید. مهرداد که سالها راز را در دل نگه داشته بود، نخست از گفتن حقیقت سر باز زد. اما آنگاه که خشم شاه را دید، زبان به اعتراف گشود و راز سالیان را آشکار کرد. آستیاگ با شنیدن حقیقت از خیانت هارپاگئون خشمگین و از وجود کوروش هراسان شد. آیا همان کودکی که فرمان قتلش را داده بود زنده مانده و اکنون در برابرش ایستاده بود؟ او بار دیگر مغان را فراخواند و از آنان خواست که سرنوشتش را از نو بازگویند. اما مغان این بار گفتند که پیشگویی به انجام رسیده است، زیرا کوروش در بازی به شاهی رسیده و دیگر تهدیدی برای تاج و تخت او نخواهد بود. آستیاگ که آسوده خاطر شده بود، فرمان داد که کوروش را به خاندان سلطنتی بازگردانند. و این گونه کوروش به خاندان خیش بازگشت. در سرزمین پارس نزد پدرش کمبوجیه یکم به فراگیری آیین فرمان روایی، رزم و سوارکاری پرداخت. او که روزی در میان چوپانان پرورش یافته بود، اکنون در مسیر سرنوشتی گام می نهاد که تقدیر برایش رقم زده بود. سرنوشتی که نه تنها ایران بلکه جهان آن را به یاد خواهد سپرد. آستیاگ فرمان داد تا به پاسداشت این رویداد ضیافتی با شکوه برپا کرد و در میان بزم از هارپاگئون ناجی کوروش قدردانی نمود. در پایان بزم رو به هارپاگئون کرد و از او پرسید که آیا از خوراکی که در برابرش نهادند خوشنود است؟ هارپاگئون با فروتنی پاسخ داد که از طعام لذت برده است. آستیاگ با نگاهی سرد و لبخندی که نشانی از بیرحمی داشت فاش کرد که این غذا از گوشت فرزند خودش فراهم شده است.
تا او بداند که سرپیچی از فرمان شاه چه عاقبتی دارد. هارپاگئون بت زده و خاموش سر به زیر افکند. در ظاهر اعتراضی نکرد، اما خنجری که شاه در قلبش فرو کرده بود روزی بیرون کشیده می‌شد.